سلام، وقت همگی بخیر و شادی. بالاخره سیدعلی بعد از 4 روز خیس خوردن تو تشت پر از زهر النهایه یه قلوپ اساسی از زهر اتمی کوف کرد و ممجواد ضخیمشم زخم و زیلی برگشت به آغوش ولایت. اگه یادتون باشه خامنه صبح روز اول مذاکرات دست باچه شیجه زد وسط گنداب بسیجی‌ها و قپی اومد که آقا اوصی کن به خط قرمز. در جزئیات این مذاکرات مداخله نمی کنیم. یه خطوط قرمزی وجود دارد، یک حدودی وجود دارد، این حدود باید رعایت بشود. اینو گفتیم به مسئولین و موظفن که این حدود رعایت کنن. از هارت و هورت دشمنان و مخالفانم واهمه‌ای نداشته باشند و طرزی به خودشون راه ندن. ما از هارت و پورتای دشمن خبر نداریم، ولی از هورت کشیدن زهر توسط سیدعلی با خبریم. حالا این خط قرمزی که میگفت چی بود؟ هیچی، حق غنیسازی. همون که ظریف هرچی زور زد و ظرافت به خرج داد نتونست حدودشو واسه خامنه رعایت کنه. This first step, let me be clear, this first step does not say that Iran has a right to enrichment. No matter what interpretive comments are made, it is not in this document. There is no right to enrich within the four corners of the NPT, and this document does not do that. Rather, the scope and role of Iran's enrichment, as is set forth in the language within this document, says that Iran's peaceful nuclear program is subject to a negotiation and to mutual agreement. And it can only be by mutual agreement that enrichment might or might not be able to be decided on in the course of negotiations. تنها حقی که واسه سیدعلی باقی مونده غنیسازی نشئجاتش، اونم پای منقلشه. اینجاست که ممجواد کمرش اثبات میکنه و میفته به پت پت. سوالها عمدتاً حول محور همین حق غنیسازی هستش. آقای جانکری هم الان اعلام کردن که ما حق غنیسازی رو به هیچ وجه به رسمیت نشناختیم. آیا در توافقی که صورت گرفت بین ایران و 5+1 کشورهای توافق نکردن که به گونه‌ای اظهار نظر کنن که حالا مبتنی بر اون توافقی باشه که صورت گرفته؟ من کاری به اظهار نظرهای کشورها ندارم. آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که حقی به عنوان حق غنیسازی به رسمیت نمیشناسند، بلکه برنامه‌های غنیسازی رو به رسمیت میشناسن. این موضعیه که یک کشور برای خودش میتونه داشته باشه و اون چی که مهمه برای ما، اون چی که عرض کردم، حق غنیسازی، حق غیر قابل انتزاع در NPT هم به رسمیت شناخته شده. هنوز هیچی نشده، کرباس توافق جر خورد که. ظریف که اینو میگه شما دیگه خودتون حساب داد و هوار نوچه های سیدعلی رو بکنی. صبح بلند شدیم دیدیم یک قراردادی امضا شده که ترکمنچای است. با 4 میلیارد دلار ناقابل حق مسلم نظام را متوقف کرد. رو کنیز سنگ پای ظریفه. بله، ولی فقیه که 4 روز پیش 1 ساعت تمام روزه رعایت خط قرمزها رو میخوند، حالا کارش به جایی رسیده که خودش باید بیاد و دستی به ریش بزی ظریف بکشه و با یه نامه به شیخ‌پری پای خطی شدن خط قرمزش رو امضا کنه. جناب آقای رئیس جمهور، دستیابی به آنچه مرغوم داشته اید در خور تقدیر و تشکر از هیئت مذاکرات هسته‌ای و دیگر دستاندرکاران است و میتواند پایه اقدامات هوشمندانه بعدی قرار گیرد.
مگه هوشی هم واسه تو مونده که حالا بخوای اقدامات هوشمندانه بکنی؟ مگه خودت نمیگفتی یه قدم عقب بشینی باید تا تهش بری؟ بابا کجای کاری؟ کوسه ریشتو چسبیده داره همینجوری پسکی میبرده. دنبال اکبر برو. اگه دامن تو رو به نون و آب رسوندم، تو خوبه ولایت خودم تو رو چپوندم. دیگه واسه من یکی فیگور نرمش نیا، زهرو بخور مردنی دنبال اکبر بیا، آخ دنبال اکبر بیا. رقصای داغ و شفا با آقای موشکار، با آقای موشکار.